خب داستان از اینجا شروع میشه که دو تا از دوستان قرارن توی کریپتو میلیونر بشن و البته بعد از 5 سال استمرار. و اگر که خب حالا در مورد ارز پای شنیده باشید، اینا تایم 5 ساله گذاشتن روش. و بذار اینجوری بگم، یه شبکه نتورک بود بهش که میگفتن نتورک پای نتورک. حالا اینا باید هر روز میرفتن با گوشیشون ماین میکردن و به خاطر ماین کردن حالا چند تا سکه بهشون میداد و هی توی پروسه بیشتر این ماین سخت‌تر شد و تعداد سکه ها کمتر. و خب حالا میگفتن کی لیست میشه کی لیست نمیشن و اینا یه کلا داستان بود. 5 سال این پروسه طول کشید. اینا هی به من میگفتن بیا خب حالا یک اکانت باز کنی، گفتم نمیخوام. اما چیزی که هستش اینه که بعد از 5 سال یعنی واقعا یه مزد زحماتشون رو دارن کم کم میگیرن و 2-3 روزی قراره که این ارز لیست بشه و اینا خب سکه‌های زیادی جمع کردن، فوق‌العاده سکه جمع کردن و قراره که بهتری کنن، چون که واقعا توی 5 سال زمان زیادیه که بخوان هی وقت بذارن این ور اون ور و این استمرار باعث شد که خب حالا به سود برسن. میخوام که بریم روی چارت بهتون نشون بدم که اوضاع از چه قراره و کسایی که ارز پایه دارن میتونن خب حالا در موردش دیگه بیشتر اونا دیگه خوره پای نتورکن دیگه همه چیزو میدونن و کاملا مخالف پای نتورک بودن. گفتن چون وقت تلف کردن ورزش وقت نداره که بخوایم آدم این همه وقت باید بده، چون باید شبکه سازی میکردی و فلان و اینا. من اسکیپش کردم، اما الان بعد از 5 سال به نتیجه رسیده که طبق گفته ها و طبق اطلاعاتی که اومده قراره که تا 2-3 روز دیگه لیست بشه ارز پای و خب حالا قیمتی هم بگیره و به خاطر همین میریم روی صفحه و بهتون نشون میدم که قضیه از چه قراره و کلا پروسه اینه که هدف اینه که استمرار توی هر چیز باعث بشه خب حالا شما به نتیجه برسید. اینا 5 سال از عمرشون گذاشتن توی این کار و واقعا من بهشون میگفتم اصلا وقتتون رو نذارید، برید این زمانی که میذارید روی پای نتورک بذارید روی چیز دیگه که خب حالا به نتیجه برسه. هم درست بود هم غلط، چون ممکن بود خب حالا بشه یا نشه، یک 50-50 بود، اما فعلا خب حالا بعد از 5 سال به نتیجه رسید. بریم روی صفحه بهتون نشون میدم که داستان از چه قراره. میریم توی کوین مارکت کپ و میگیریم. این از این توی بتا فاز 1 فاز 2 بعدش فاز 3 حدوداً آره دیگه. این از این اطلاعاتش حالا بدک نیست، اما تنها چیزی که من خوشم نیومد زمانی که از پای نتورک استفاده میکردم، من خب نصب کردم اما پیگیر نبودم. حالا چی بود قضیه؟ میرفتم داخل اپلیکیشن موبایلش به من خب حالا تبلیغات گوگل نشون میداد. گفتم از دیگه جالب نیستش، چون که تبلیغات گوگل که زمانی بیاد روی یک اپ یعنی درآمد اون پروژه به تبلیغات گوگل بستگی داره و یوزرها رو سرگرم کرده که خب حالا از طریق این که خب حالا بیاد داخل اپلیکیشن و یک تبلیغ رو نگاه بکنم به اون پروژه سود برسه. این از این تنها دلیل من بود که سراغ این چیزا نرفتم. اما حالا میخوایم بریم روی تریدینگ ویو و بذاریم اینجا سرچ کنم تریدینگ ویو. میخوایم بریم روی تریدینگ ویو و روی تریدینگ ویو ببینیم قیمت احتمالیش چنده. خب پای یو اس دی رو میزنم و الان قیمته تا امروز صبح که من نگاه کردم رسیده بود، الان تایم روزانه هستیم، رن 74 اینا بود. بازم امروز باز رفت بالا چون به لیستش نزدیک شده و قیمت همچنان میره بالا. نمیدونم حالا چقدر میخواد بره بالا و چیزی که خب حالا یکی از دوستان گفت میگه که حالا تا $300 ممکنه بره، ولی نمیدونیم. حالا شاید یک دلیلی داره میگه، اما هیچ اطلاعاتی فعلا نیستش تا زمانی که ارز توی این صرافی لیست بشه. بذارید من صرافی رو هم بیارم. اوکی ایکس. خب بذارید ببینیم که بریم توی صرافی بریم که داستان از چه قراره. بذارید سرچ بکنم پای. حتی الان فکر نکنم بیاره، اما یه جا من خوندم، اجازه بدین که چه اطلاعاتی داره.
اینجا خونده بودم توی خود صرافی اوکی ایکس که اینجا گفته اوکی ایکس to list پای یا هم پای نتورک for spot trading. یعنی قراره چه شما میتونید که ترید رو روی پای شروع بکنید. اینا رو میخونین و خب حالا این از این چیز خاص دیگه این نیست، اما کل اطلاعات همینه که خواستم بگم که استمرار توی هر چیزی ممکنه و ممکنه خب حالا شما استفاده بکنید و این از این. و واسه من خیلی جالبه که این ارز لیست شده هنوزم یعنی اصلا نمیتونم قبول کنم که چطوری یک اپلیکیشن یا یک اپلیکیشنی که از طریق تبلیغات گوگل کسب درآمد میکرد بیاد خب حالا سود. ولی این دیگه نشون داد که همه چیز چه کریپتو امکان پذیره، ممکنه بشه ممکنه نشه و ریسکو خب حالا به تایمش که فکر میکنم خیلی زیاده 4-5 سال، ولی خب حالا واسه این افراد ارزشش واقعا داشت. و خواستم در مورد ارز پای باهاتون صحبت بکنم همین و یه خبر بدم که خب حالا قراره که لیست بشه و اگر قبلا شنیده بودید حتما توی کامنت ها بنویسید که آیا دارین یا نه و نتیجه سالها زحمت خیلی هاست، میدونم خیلی ها. یعنی واقعا یعنی اونم افتاد، یعنی واقعا میدونم چون خیلی زحمت کشیدن و سختی کشیدن و واقعا حقشونن که این ارز لیست بشه و این از این. مرسی که همراه بودید، حتما توی کامنت بنویسید که ارز پای شنیده بودین یا نه و نظر خودتون در موردش چیه. قراره که خب حالا 20 فوریه لیست بشه توی صرافی اوکی ایکس و این از این. ویدیوی بعدی میبینم.